اپیزود از سری پادکست های فیوژن از لیروی همراه ما هستید. میدونم از گوش دادن به این ریمیکس حسابی لذت میبرید، مثل همیشه. ای رفیقان چه نشستید به پریشانی من، نوشتان باد غم تنهای ویرانی من. دل اگر خوش خبری پیش کسی جار نزن، باید این را بنویسن به پیشانی من. وای اگر آنچه شنیدم راست باشد چه کنم، آن که رفته واقعا میخواست باشد چه کنم. وای اگر باز نگردد فرصت دیدارش، هی نگویید به منو تنهاست باشد چه کنم. لبخند زد و دستامو گرفت اما توی خواب. فردا نشده بیدار شدم، بیدار و خراب. عکسش روی میز باز از توی قاب بیرون اومد و دستامو گرفت با هم دوباره رفتیم توی قاب. ترسیدم اگه بیدار بشم خوابم بپره، گفتم نکنه اصلا روی میز خوابم نبره. تنها روی تخت، تنها توی خواب با اون توی قاب. چشماشو که بس قاب از روی میز افتاد و شکم. تا دستی که آرنجت از آفتاب میزنه دم، زانوات رفیق چونت نگار. یه ترسی از جهان به قدر این جهان، همیشه یه هتل و گیره تو گلوگاه گلو شک. بلیت دیدن منظر است یه عینک خاکستری نیازه، طلای آفتاب و مثل خاک کجای جهان یار کدوماست بیارش. طبیعت و طبیعت جنگ میکنن وقتی سینات پیرن تو تنگ میکنن. هزار تا شاعر منتظرن قلم بزنن، تو پیچ و خم زلفت قدم بزنن. نفست نفسم و تنگ میکنه، حال بدت حال منو بد میکنه. تو پیداترین راه گمراهیامی، تو اعتیاد ترک مبتادیامی، اصلی ترین دلیل گستاخیامی، زخم رو صورت جغرافیامی. تو بهترین نقاش نقشی نگار، روی تن جهان من پخشی نگار. منم شاعرم تو مخلوق، من خالقم. زندگی تو دست قلم من، نوشتم تا دیشب 15 سال میگذره که نوزاد بودی. فراری دادم از شهری که کودک نداشت. یه من یه تو یه فاصله، یه عشق بغض یه خاطره خفم میکنه. یه شب به جای